ابو جهل بدبخت، ابو جهل ملعون، ابو جهل که دشمن الله و رسول بود، از جای خود بلند شد، گفت چند تا جوان از چند قبیله میچینیم، چند تا جوان از چند تا قبیله ما انتخاب میکنیم، با شمشیرهای برنده در تاریکی شب هجوم میآوریم، محمد را در بسترش شهید میگردانیم. نعره تکبیر! رسول الله را در بستر شهید میکنیم و به قتل میرسانیم. در همین اثنا بود که شیطان که به صورت شیخ نجدی وارد مجلس شده بود، از جای خود بلند شد، گفت بهترین رأی و مشوره را تو دادی ای ابا جهل، ای ابوالحکم، بهترین مشوره تو هست، دیگر راهی وجود ندارد، باید محمد از زمین محو شود. اما نمیدانند که محمد خدای دارد، رسول الله حافظ دارد، محمد نگهبان دارد. اونها نمیدانند با چه قومی روبرو هستند، با چه شخصیت روبرو هستند که اسم او محمد است، محمد صلی الله علیه و سلم. گفتند دیگر راه نیست، بهترین مشوره ابو جهل است. نزدیک به 40 تا مرد بیباک قریش، جوانان بیباک قریش با شمشیرهای برنده حرکت کردن، آمدن. وقتی هوا تاریکتر شد آمدن، پیش از این که بیاین در همین اثنا وقتی اینها مشوره را تمام کردن، مجلس تمام شد و ریزنی تمام شد، امین وحی جبریل امین از آسمان ها می آید. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. الله امین وحی را می فرستد، الله جبریل امین را می فرستد. جبریل امین می آید می گوید ای محمد، ای حبیب ما، ای رسول ما، تو خبر نداری که مشرکین مکه در جلسه دارالندوه اونها جلسه گرفتن و مشوره دادن و میخواهن ای محمد تو را به قتل برسانن. ای رسول خدا، پیامبر فرمود الله چه دستور داده؟ الله از من محمد چه میخواهد؟ فرمود الله میخواهد که این سرزمین را ترک کنی. مکه که خانه تو هست، زادگاه تو هست، باید ترکش بکنی. این قوم تو قدر تو را ندانستند، قدر محمد را ندانستند. ای رسول خدا، مکه را به قصد مدینه باید ترک کنی، زمان هجرت فرا رسید. سبحان الله، اینجا دیگر عشق شروع می شود. در چنین شرایطی که همه دشمن تو باشن عزیزان من، در چنین شرایطی که همه تصمیم قتل تو را بگیرن، اگر یار و مددگار و غمخوار و مونس نداشته باشی، سراغ کی می روی؟ دنبال کی می روی؟ رسول خدا در حالی که مشرکین مکه تصمیم دارند که امشب رسول خدا را در بستر به قتل برسانند و پیامبر خبر می رسد یا رسول الله امشب قرار است تو در بستر قتل شوی، رسول الله جل مجده دستور می دهد که زمان هجرت فرا رسیده، تو باید هجرت بکنی. رسول خدا در نیمه های روز است، گرمی مکه هم خیلی سخت گرم بود، ردای مبارک را به سر خود انداخته به کوچه های مدینه به کوچه های مکه قدم میگذارد. کجا می رود رسول خدا؟ آیا به نزد بنو هاشم می رود؟ آیا به نزد بنو عبدمناف می رود؟ به کجا می رود رسول خدا؟ رسول خدا جای ندارد جز خانه ابوبکر. فدای شوم ای ابابکر صدیق که در چنین روز سخت مولای ما را همکاری کردی، فدای خاندان شوم ای ابابکر. رسول خدا در گرمای سوزان مکه قدمهای مبارکش کشانیده می شود، ردای مبارک را بر سر خود انداخته، جای ندارد جز خانه ابوبکر. حرکت می کند. حضرت عایشه صدیقه می فرماید رسول خدا عادت نداشتند در گرمی های سوزان به سوی خانه ما بیایند، همیشه عادتشان امی بود یا در اول روز یا در اخیر روز به سوی خانه ما تشریف فرما می شدند.
ناگاه متوجه شدم که ردای رسول خدا بر سرش به سوی خانه ما می آید. این حدیث را در بخاری 5807 مطالعه بکنین. هذا رسول الله صلی الله علیه و سلم مقبلا متقنعا. حضرت عایشه صدیقه صدا میزند یا یک گوینده دیگر صدا میزند ای ابابکر، محمد به سوی خانه تو در حرکت است. سبحان الله، برق خوشحالی به چشمان ابوبکر صدیق نقش میبندد که رسول خدا در این نیمه روز به سوی خانه من چیکار میکند؟ از جای خود مثل پرنده‌ای که پرواز میکند حرکت میکند، میآید به استقبال رسول خدا. فدایت شوم، پدر و مادرم فدایت. یا رسول الله، چی جز شما را اینجا کشانید؟ سبحان الله، رسول خدا نزدیک می شود. وقتی نزدیکتر و نزدیکتر می شود اجازه می خواهد از ابوبکر صدیق ای ابابکر، اجازه است وارد خانه شود؟ ای ابابکر، اجازه است وارد خانه شوم؟ فدای تو شوم ای ابابکر. رسول خدا از ابوبکر اجازه میخواهد، اجازه است وارد خانه شوم؟ میفرماید بفرمایین، پدر و مادرم فدایت. یا رسول الله، وقتی وارد خانه میشود پیامبر بزرگوار اسلام به حضرت ابوبکر صدیق میگوید اهل خانواده ات را بیرون کن که خبر مهم دارم. خوب دقت کنین اینجا، ای ابابکر، اهل خانواده ات را بیرون کن که امر مهم است. حضرت صدیق اکبر رو می کند فدایت شوم یا رسول الله، این عایشه همسرتان، این اسما خواهرزنتان، این عبدالله خسرگره شما، اینها همه اهل خانواده شما است. یا رسول الله بفرمایین چه امر مهمی است؟ پیامبر بزرگوار اسلام عرض می کند ای ابابکر، زمان هجرت فرا رسیده است. زمان هجرت فرا رسیده. الله جل مجدوه دستور داده که من مکه را به قصد مدینه ترک کنم. خبر نداری که مشرکین قصد جان مرا کردند. سبحان الله، در همین اثنا صدیق اکبر رو میکند به پیامبر، میگوید یا رسول الله، آیا در این سفر رفیق هم برای شما انتخاب کرده است الله؟ آیا رفیق هم انتخاب شده، هم رکاب هم انتخاب شده؟ رسول خدا عرض می کند ای ابابکر، رفیق من تو را خدا انتخاب کرده است. در این سفر باید صدیق اکبر در رکاب من باشد. حضرت عایشه میگوید یک بار دیدم که تبسم به لبان پدر من نقش بست، دیدم که چشمانش پر از اشک شد. صدا زنم پدر جان چرا گریه میکنی؟ آیا بالاترین سعادت این نیست که در رکاب رسول خدا در چنین سفری که سرنوشت ساز تاریخ بشریت است تو انتخاب شدی؟ گریه برای چی است؟ صدیق اکبر به عایشه رو میکند میگوید دخترم، این گریه گریه شوق است، این گریه گریه عشق است، این گریه گریه خوشحالی است. حضرت عایشه میگوید بار اول در زندگی من دانستم که خوشی هم گریه دارد. سبحان الله، پیامبر به صدیق اکبر میگوید در اول شب بیرون میشویم، همه چیز را آماده بکن. حضرت صدیق اکبر به فرزند خود دستور میدهد که 2 شتر خریداری بکن. رسول خدا دوباره بر میگردد میرود به حجره مبارک. هنوز هوا تاریکتر و تاریکتر، آنقدر تاریکتر نشده که دیگر را تشخیص میدهند مردم که نزدیک به 40 مرد که در رأس اونها ابو جهل است، در رأس اونها عقبه ابن ابی معیط است و در رأس اونها امیه ابن خلف است، با نزدیک به 40 مرد بیباک قریش، جوانان بیباک قریش با شمشیرهای برنده میآیند گرد حجره رسول خدا را حلقه میزنند. پیامبر داخل حجره است. حجره پیامبر دیوارهای بلند نداشت، حرمسرای نداشت، جای فرار از پشت سر هم نداشت. پیامبر داخل حجره است، هوا تاریک نشده. پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت علی دستوری میدهد، میگوید علی جان، ای جوانان عزیز، ای جوانانی که از دورها تشریف فرما شدین، به خاطر این آمدین که قلبتان از عشق محمد پور شود. به خدا قسم دل ما از عشق محمد صلی الله علیه و سلم توانا می شود.
بیاییم این علاقه و عشق علی را به محمد صلی الله علیه و سلم ببینیم. حضرت علی 22 سال دارد، 22 ساله است، مثل من و تو جوان است. پیامبر به حضرت علی میگوید ای علی جان، ما امشب از مکه بیرون میشویم، تو در رخت خواب من بخواب، در رخت خواب من بخواب تا امانتهای مردم را فردا به مردم تسلیم بکنی، تا مردم نگویند محمد به امانتهای ما خیانت کرد. سبحان الله، فدای حضرت علی شویم. حضرت علی میداند که در چنین رخت و خواب اگر هر کس امشب بخوابد قطعا کشته باید شد. اما حضرت علی با عشقی که به محمد دارد خود را فدای رسول خدا میکند، فدای رسول خدا میکند. تاریکتر و تاریکتر می شود هوا. پیامبر دروازه حجره مبارک خود را باز می کند، مشت خاک از زمین بر می دارد. وجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. با مشت خاک ای را می دمد، وقتی میدمد میپاشد. پیامبر بزرگوار اسلام به قدرت پروردگار عالم پرده میشود، جلو چشم 40 مرد را میگیرد. رسول خدا با متانت و وقار و اطمینان از عبور میکند از میان 40 مرد، هیچ کس متوجه نمیشود. باز رسول خدا در این تاریکی شب کجا میرود؟ به خانه ای که میرود بنو عبدمناف، به خانه هاشم. کجا می رود؟ پیامبر خانه ای ندارد جز خانه ابوبکر صدیق. حرکت می کند، می آید در خانه حضرت ابوبکر صدیق، می گوید زمان فرا رسید. حضرت ابوبکر صدیق با پیامبر حرکت می کنند، هر دوتا حرکت می کنند. چی حادثات و وقایعی است در این راه، سبحان الله، چه حادثات و وقایعی هست. وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم با صدیق اکبر حرکت می کند، هوا تاریک شده. پیامبر بزرگوار اسلام متوجه می شود که صدیق اکبر گاهی وقت می رود به پیش رو دویده، گاهی وقت می بیند که صدیق اکبر به پشت سر می دود و می آید، گاهی وقت به طرف راست، گاهی وقت به طرف چپ. حضرت رسول خدا رو می کند به صدیق اکبر، می فرماید ای یار من، چی تو را نگران کرده، چور این طرف و اون طرف می دوی؟ می گوید یا رسول الله، همین که پیش رو می روم می ترسم که از پشت سر دشمن به محمد حمله نکند. می آیم پشت سر، همین که پشت سر می آید می ترسم که از طرف راست حمله نکند. می روم به طرف راست، همین که به طرف راست می روم ترس می کنم که مبادا از طرف چپ حمله بکند. ای رسول خدا، اگر ابوبکر کشته شود فقط یک نفر است که مرده است. ای رسول خدا، اگر محمد کشته شود جهان تاریک می شود. یا رسول الله، غم شما مرا بی قرار کرده، من به این طرف و اون طرف میرسم تا به محمد گزنده نرسد. سبحان الله، وقت به نزدیکی های کوی ثور میرسند، حجاج که اونجا رفتن کوی ثور را دیدن، اون کو بوی عشق میدهد، اون کو بوی محبت میدهد، اون کو بوی فداکاری و ایثارگری میدهد. وقت نزدیک کوی ثور میآید، حضرت صدیق اکبر متوجه میشود که پاهای نازنین رسول خدا را سنگهای برنده کوی ثور زخمی کرده. پیامبر نمیتواند راه برود، میآید خم می شود، یا رسول الله با پشت ابوبکر سوار شوین. پیامبر میگوید نه. باز میبیند صدیق اکبر که پاهای رسول خدا را سنگهای برنده کوی ثور میزند، باز میآید خم می شود، یا رسول الله با پشت ابوبکر سوار شوین تا من تو را به کو بالا بکنم. سبحان الله، ابوبکر خم می شود، رسول خدا با پشت ابوبکر سوار می شود، تمام این کو را ابوبکر بالا می شود، در حالی که محبوب رب العالمین به پشت ابوبکر است. ای جوان، امروز محمد از من و تو چیزی میخواهد. ای خواهر و مادر، امروز رسول الله از من و تو چیزی میخواهد. چه شده که ما هم عشق ابوبکر به قلب داشته باشیم؟ تمام کورا رسول خدا بالا می شود، در حال ابوبکر بالا می شود، در حالی که رسول خدا به پشت ابوبکر صدیق است. سبحان الله، همین که به نزدیک غار ثور می رسد،
پیامبر بزرگوار اسلام را از پشت خود پایین می کند. یا رسول الله شما اینجا انتظار بکشین تا من غار را آماده کنم. داخل غار می شود، با لباس مبارک خود غار را پاک می کند. بعد می آید یا رسول الله تشریف فرما شوین، بیاین غار آماده است. وقتی رسول خدا وارد غار می شود، صدیق اکبر متوجه می شود که محمد خسته شده، رسول الله خسته شده. محمدی که باید مردمان را به سوی بهشت دعوت بکنن، قومش رسول الله را خسته کرده. وقتی به چهره محمد نگاه می کند، عرض می کند یا رسول الله چی می شود؟ سر نازنین خود را به زانوی من بگذارید و خواب بکنین. 4 زانو می نشیند، پیامبر سر مبارک را به زانوی ابوبکر صدیق می گذارد. فدای تو شوم ای ابوبکر. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم سر مبارک را بران حضرت ابوبکر صدیق میماند، به خواب می رود. حضرت ابوبکر صدیق متوجه می شود که غار سوراخ‌هایی دارد. نگران می شود که مبادا از این سوراخ‌ها چیزی بیرون شود به رسول خدا صدمه برساند. لباس مبارک را پاره می کند و به این سوراخ‌ها می گذارد. یک سوراخ باقی می ماند. حضرت صدیق اکبر انگشت مبارک خود را به اون سوراخ بسته می کند که مبادا از این سوراخ چیزی بیرون شود. بعد از لحظات صدیق اکبر متوجه می شود که چیز نرم به پای صدیق اکبر لمس می کند. پای مبارک را دور می کند، می بیند که ماره هست. سبحان الله، فدای تو شوم ای ابابکر صدیق، فدای این عشق و محبت تو شوم که نسبت به مولای ما محمد صلی الله علیه و سلم داشتی. همون است که رسول خدا می فرماید آفتاب طلوع نمی کند و غروب نمی کند بعد از محمد و بعد از انبیا به بهترین شخص جز به ابوبکر صدیق. رسول خدا فرمود لوزن ایمان و ابی بکر، اگر وزن کرده شود ایمان ابوبکر صدیق را به ایمان تمام ساکنان زمین، به تمام مؤمنان زمین، لرجحهم. رسول خدا می فرماید ایمان ابوبکر صدیق به ایمان کل بشریت سنگینی می کند. سبحان الله. وقتی انگشت مبارک را دور می کند می بیند که مار است که لمس می کند پای ابوبکر صدیق را. به خدا قسم ابوبکر صدیق از اول هم محکمتر پای خود را در اون سوراخ می بندد. بعد از لحظاتی که مار هر چقدر تلاش می کند که از سوراخ بیرون شود نمی تواند، ناگاه نیش می زند به پای صدیق اکبر یار غار رسول خدا. وقتی این نیش به پای صدیق اکبر زده می شود، اون مبارک در جسمش به درد می شود، آنقدر درد فشار می آورد. اون نمی خواهد که رسول خدا را اذیت بکند، پیامبر از خواب بیدار شود.
نمیخواهد. یک لحظات بعد قطرات اشک از چشمان صدیق اکبر سرازیر می شود و به رخسار رسول خدا اصابت می کند. پیامبر چشمان نازنین خود را باز می کند، می بیند که صدیق اکبر در حالت گریه است. پرسان می کند ای یار من چرا گریه می کنی؟ ای ابابکر چرا گریه می کنی؟ یا رسول الله پای مرا مار نیش زد. سبحان الله. پیامبر بزرگوار اسلام میگوید کجای پای تو هست؟ حضرت صدیق اکبر نشان میدهد. رسول خدا لعاب مبارک پاک خود را میگذارد به دست خود، بعد به آن جایی که مار نیش زده میگذارد. صدیق اکبر میفرماید به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد هیچ درد در بدن خود احساس نمی کردم، مثل که از مادر تولد شده باشم همین گونه بدن من بدون درد شد. سبحان الله. بیاییم می رویم در اون ابتدای داستان. ابو جهل با اون نزدیک به 40 مرد بیباک قریش که به گرد خانه رسول خدا حجره پیامبر صف کشیده بودند که رسول الله را به قتل برسانند، تاریکی شب شد، یورش بردن. وقت داخل خانه شدن دیدن میخواستن که این کسی که در این رخت خواب خوابیده است به قتل برسانند. وقتی از صورتش اون ردا را دور کردن دیدن که حضرت علی خوابیده است. ابو جهل پرسان کرد علی محمد کجا شد؟ صلی الله علیه و سلم. با آواز بلند یک بار زمزمه بکنین صلی الله علیه و سلم. پرسان میکند علی محمد کجا شد؟ حضرت علی میگفت بیرون رفت. چه وقت؟ اول شب رفت. ابو جهل با این 40 مرد بیباک قریش تصمیم میگیرند که بروند خانه ابوبکر صدیق. ابو جهل هم میداند که در چنین شرایط خطرناک محمد صلی الله علیه و سلم جز ابوبکر غمخوار و مونس و همدم در عالم دنیا ندارد. سراسیمه می روند به خانه ابوبکر صدیق. ابو جهل با لگد خود محکم به دروازه ابوبکر صدیق می زند. دروازه باز می شود. اسما دختر صدیق اکبر می آید. ابو جهل صدا می زند محمد کجا شد با پدرت؟ اسما می گوید من نمیدانم. با اون دستای کثیف خود ابو جهل سیلی محکم به صورت اسما می زند که رد گوش گوشواره حضرت اسما پاره می شود و صورت حضرت اسما پر از خون می شود. می گوید بگو و الا تو را می کشم. سبحان الله. حضرت اسما می گوید اگر تکه تکه ام بکنی من نخواهم گفت محمد کجا شد. سبحان الله. این عشق هست که خاندان ابوبکر نسبت به رسول خدا دارند. ابو جهل راهنمای به همراه خود میگیرد که در تاریخ و سیرت نوشته میکنند با بو کردن هوا رد پرنده را پیدا میکرد. این راهنما را به همراه خود میگیرد، حرکت میکند. در همین تاریکی شب راهنما میآید در کنار دروازه غار ثور. در کنار دروازه غار ثور استاده می شود. بعد رو می کند به ابو جهل می گوید ای ابوالحکم، یا محمد پر پیدا کرده با آسمان پرواز کرده، یا از زمین شگاف شده به زمین داخل شده، یا داخل این غار است. این راهنما می آید به دروازه غار ثور، رو می کند به ابو جهل می گوید ای ابوالحکم، یا محمد بال پیدا کرده با آسمان پرواز کرده، یا زمین شگاف شده به زمین رفته، یا محمد داخل این غار است. سبحان الله. الله کرشمه های دارد. ای عزیزان من، چرا ما احساس میکنیم کسی را نداریم که از ما دفاع میکند؟ چرا ما احساس میکنیم که تنها شدیم؟ با آواز بلند میشنوم محمد را کی حفظ کرد؟ الله. الله میمیرد، حالا زنده هست، از من و تو دفاع میکند، از امت محمد دفاع میکند، از کلمه گوی امت محمد دفاع میکند. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، از هر مؤمن الله دفاع میکند. همان قسمی که از پیامبر نازنینش محمد صلی الله علیه و سلم دفاع میکند. میآید راهنما میگوید یا محمد با آسمان رفته یا به زمین یا داخل این غار است. پروردگار عالم قدرت خود را به نمایش میگذارد. چند تا کبوتری کوی آمده در بدهن این غار، اونجا لانه ساخته و تخم گذاری کرده. الله عنکبوت را میفرستد. چقدر خانه نازک دارد، تمام این دهن غار را
با تار خود میدمد، هیچ تار پاره شده ندارد. حضرت صدیق اکبر وقتی ابو جهل نزدیک غار می شود به پیامبر رو می کند: یا رسول الله، لو ان احدهم نظر الى تحت قدمیه ابصرنا. یا رسول الله، اگر ابو جهل پایین پای خود را نگاه کند ما او تو را می بیند. یا رسول الله، اگر ابو جهل پایین نگاه کند، زیر پای خود نگاه کند، ما را می بیند. رسول معظم اسلام با اون همه اطمینان خاطر که دارد، با اون ایمان قوی که دارد، با اون توکلی که بر رب العزت و الجلال دارد، رو می کند به ابو بکر صدیق، عرض می کند: ای ابا بکر، ما ظنک باثنین ثالثهم الله. ای ابا بکر، چه گمان میکنی به دو نفر که سومی از او الله است؟ سوم از او الله است. اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. سبحان الله. به صدیق اکبر میگوید رسول معظم اسلام: ای ابا بکر، غم نخور، خدا با ماست. ای امت رسول الله، غم مخورین، خدا با ماست. ای خواهر گرامی و مادر عزیز، غم مخور، خدا با ماست. ان الله معنا. ای مسلمین جهان، غم مخورین، خدا با ماست. سبحان الله. خواجه عبدالله انصار نکته دارد، نکته عشق دارد. در تفسیر خود کشف الاسرار می نویسد رسول خدا به ابو بکر فرمود: لا تحزن، نگفت لا تخاف. چون در داستان ابراهیم وقتی مطالعه کنی در قرآن، الله به ابراهیم میگه لا تخف، نترس. به حضرت موسی میگوید لا تخف، نترس. به حضرت لوط میگوید لا تخف، نترس. وقتی ولی به ابو بکر صدیق میگوید لا تحزن، غم مخور. چرا؟ به خاطر که صدیق اکبر نمی ترسید از جان خود، بلکه غمش این بود که به رسول خدا صدمه نرسد. در داخل همون غار گریه میکرد. پیامبر بزرگوار اسلام امام محمد غزالی نکته دیگر دارد. سبحان الله. کرشمه های قدرت پروردگار به نمایش در می آید. پیامبر به حضرت ابو بکر صدیق فرمود: ای ابو بکر، اگر اینها از این غار داخل شدن، ما از این طرف بیرون می شویم. داخل غارن، مسدود از کوه هست، این غار دارد، منفذ بیرون رفته ندارد از پشت سر. حضرت صدیق اکبر را پیامبر فرمود: ای ابا بکر، اگر اونها از اینجا داخل شدن، ما از اینجا بیرون میشویم. صدیق اکبر میگوید من نگاه کردم به پشت خود، به قدرت پروردگار عالم، دیدم که کوه سوراخ شده، کشتی در انتظار ما در کنار بحر است. سبحان الله. این کوه سوراخ شده، کشتی در انتظار ما در کنار بحر است. لحظات میگذرد. صدیق اکبر عرض میکند: یا رسول الله، تشنه شدم. پیامبر میفرماید: برو ای ابابکر، اونجا در کنار غار آب بنوش. حضرت صدیق اکبر از جای خود بلند میشود، میرود در گوشه غار، میبیند که چشمه می جوشد. از آب خود را سیراب می کند، بر می گردد. رسول خدا می فرماید: ای یار من، به من آب نیاوردی؟ حضرت صدیق اکبر می گوید: فراموش کردم یا رسول الله، می آورم. وقت دوباره نگاه می کند، آب وجود ندارد. عرض می کند: یا رسول الله، آب نیست. عرض می کند پیامبر بزرگوار اسلام: ای ابابکر، اونجا چشمه نبود، بلکه پروردگار از آب کوثر بهش برای تو آورده بود. سبحان الله. سبحان الله. این ابوبکر صدیق است. هر که عشق مصطفی سامان اوست، بحر و بر در گوشه دامان اوست. وقتی با پیامبر عشق ورزیدی، دیگر زمین و آسمان از آن تو هست. وقتی با رسول الله عشق ورزیدی، همه مسخر تو می شوند. به خدا قسم، آسمانها و زمین را الله مسخر من و تو کرده. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. تمام زمین و آسمان مسخر شما هست. سبحان الله. در همون ابتدا گفتم که ما فدای خاندان ابوبکر صدیق شویم. شب تاریک شده، تاریکتر و تاریکتر. ابو جهل
به این رهنما میگوید تو دیوانه شدی، اینجا نیست. دوباره برمیگردند، میروند جلسه تشکیل میدهند در دارالندوه. میگوید ما یک هدیه خیلی بزرگ میمانیم تا هر کس محمد را خبرش را بیاورد، یا از جسدش به ما خبر بیاورد، یا جسدش را بیاورد، یا خودش را خبر بیاورد. 100 تا شتر برایش جایزه درست میکنیم. تمام جوانان بیباک قریش از هر کنار در اطراف مکه همه به اسبها سوار شدن، به دنبال محمد را افتادن تا رسول الله را دستگیر بکنن صلی الله علیه و سلم. شب تاریک شده، کس نزدیکتر و نزدیکتر به غار می شود. رسول خدا از داخل غار صدا می زند کی هستی؟ چی می خواهی در این تاریکی شب؟ آمدی تا خبر ما را به مشرکین مکه ببری؟ آمدی تا خبر ما را به کفار مکه ببری؟ نه یا رسول الله. السلام علیکم یا رسول الله. سلام بر تو ای پیامبر بزرگوار اسلام. من فرزند ابوبکرم، من فرزند ابوبکرم. چه میکنی در این تاریکی شب در میان این کوهسار و سنگها؟ ای رسول خدا آمدم تا خبر مشرکین مکه را به تو برسانم. خبر را میرساند، دوباره برمیگردد. لحظات بعد باز کسی میبینند نزدیکتر و نزدیکتر به غار میشود. رسول خدا صدا میزند کی هستی؟ چی میخواهی در این تاریکی شب؟ صدا میآید السلام علیکم یا رسول الله. من دختر ابوبکرم. سبحان الله، من دختر ابوبکر اسما هستم. ای اسما تو در این تاریکی شب در این کوه چه کار میکنی؟ ای رسول خدا غذا آوردم تا گرسنه نمانیم. فدای خاندان ابوبکر صدیق شویم. کسانی که با ابوبکر و عمر دشمنی دارند آیا میسزد که نام اونها را مسلمان گذاشت؟ سبحان الله. بعد حضرت اسما برمیگردد، در آخر شب است، تا هنوز طلوع فجر نشده. کسی دیگر را میبینند که به غار نزدیکتر و نزدیکتر میشود. استالغابه علامه ابن اسیر میآورد این را، به غار نزدیکتر و نزدیکتر میشود. رسول خدا صدا میزند تو کیستی؟ چی میخواهی در این تاریکی شب؟ السلام علیکم یا رسول الله. من چوپان ابوبکرم. چی میخواهی؟ ای رسول خدا شیر تازه آوردم تا شما نوش جان بکنید. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در حقشان دعا میکنند. 3 شبانه روز اینجا میمانند. بعد پیامبر بزرگوار اسلام در روز اخیر که میخواهند حرکت بکنند باز میبینند که در همین تاریکی های شب حضرت رسول خدا خواهرزن خود را میشناخت. میبیند که حضرت اسما باز به غار نزدیک میشود. باز سوال میکند ای اسما به خاطر چی آمدی؟ ای پیامبر بزرگوار اسلام شما در سفر مدینه هستین، سفر درازی است، 450 کیلومتر، در حالی که موتر وجود ندارد. سواریشان شتر است، باز هم از کنار بحر باید عبور بکنند تا رد پایشان را مشرکین مکه پیدا نکند. یا رسول الله غذا آوردم تا در مسیر گرسنه نشوید. وقتی غذا را میدهند پیامبر چیز ندارد که غذا را به شتر بسته بکند. دختران عرب کمربندهای کلان داشتند. حضرت اسما بلا فاصله کمربند خود را باز می کند و 2 تکه می کند، با 1 تکهش غذای رسول خدا را بسته می کند در شتر. وقتی پیامبر این اخلاص حضرت اسما را می بیند دستان مبارک را به سوی آسمان دراز می کند، می گوید یا الله برای اسما 2 تا بال در بهشت بده که با اون 2 تا بال پرواز بکند. سبحان الله. اسما را می گفتن ذات النطاقین. حضرت اسما بعد پیامبر دستان خود را به سوی آسمان دراز می کند، دعا می کند یا الله من به هر کسی بر بالایش دین دارم، اما من مدیون خاندان ابوبکر صدیق هستم. پروردگارا من نمیتوانم این قرض را ادا بکنم، تو خودت ای پروردگار این قرض را ادا بکن، این قرض را ادا بکن. حرکت میکنن. من گفته بودم که 100 تا شتر جایزه تیار کرده بودند که هر کسی از محمد خبر بیاورد. سراقه ابن مالک کسی است، پهلوان بیباک قریش است. اون خبر شده بود که رسول خدا در این سفر حرکت کرد. از یک مسیر دیگر سراقه ابن مالک به دنبال محمد صلی الله علیه و سلم برا می افتد. در کنار بحرن که سراقه ابن مالک پیدا شد. حضرت ابوبکر صدیق و رسول خدا گفت یا رسول الله قد لحقنا سراقه ابن مالک. ای پیامبر بزرگوار اسلام سراقه ابن مالک به ما رسید.
حضرت رسول خدا متوجه شد که صدیق اکبر گریه می کند. عرض کرد چرا گریه می کنی؟ یا رسول الله سراقه به شما نزدیکتر می شود. پیامبر بزرگوار اسلام فرمود ای ابابکر، پروردگار ما ذات کریم و عظیم است، نگران نباش، خدا با ماست. حضرت صدیق اکبر می فرماید دو نیزه به ما نزدیک شده بود. رسول خدا روی خود را به سوی آسمان بلند کرد، گفت یا الله خودت میدانی با سراقه چی کار بکنی. به قدرت پروردگار زمین شگاف می شود و اسب سراقه تا سینه در زمین فرو می رود. بگوین سبحان الله. اون طرف اهل مکه نگران است، اهل مدینه نگران هستند، مسلمین که چه وقت رسول خدا می آید. هر روز صبح وقت بیرون می شوند در دشت مدینه، دو چشمشان به سوی مکه است که چه وقت محمد را ببینند، جمال رسول الله را ببینند. مهاجرین چند وقت شده پیامبر را ندیدند، انصاری که تازه مسلمان شدند جمال دلارای رسول خدا را ندیدند. همه بیرون می شدند که چه وقت رسول الله را ببینند. چند شبانه روز تا نیمه های روز که گرمی سوزان می شد انتظار می کشیدند، وقت نمی آمد پس بر می گشتند. روز هفتم است، یک یهودی بالای درخت خرما بالا شد و خرما میچینه. ناگهان متوجه شد که در اون شن مدینه، در اون ریگستان مدینه از دور چند نفر پیدا میشوند، باز ناپدید میشوند، باز پیدا میشوند، باز ناپدید میشوند. یک بار صدا کرد ای اهل مدینه، ای مسلمین، بیاین که آقایتان آمد، بیاین که محمد آمد، بیاین که محبوبتان آمد، بیاین که شفیع المذنبین آمد، جاء رسول الله، محمد آمد. به خدا قسم چنان جشن در مدینه اتفاق می افتد، چنان خوشحالی سر و پای اهل مدینه را می گیرد. طفل و جوان و زن و مرد و خرد و کلان همه می ریزند به سوی دشت، همه شاخچه های درخت خرما به دستشان است. طفلکان صف آرایی کردند و این بیت را می خوانند: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. چه معنا دارد؟ طلع البدر علينا، شب ماه 14 بر ما طلوع کرد، شب ماه 14 بر ما طلوع کرد. طلع البدر علينا سبحان الله من ثنیات الوداع، از ثنیات وداع شب ماه 14 بر ما طلوع کرد. وجبت شکر علینا، بر ما شکرش واجب است که ما جز یک خدا کسی دیگر را پرستش نکنیم. ایها المبعوث فینا، ای رسول خدا، ای فرستاده ای الله، به سوی ما خوش آمدی. سبحان الله. چنان جشن در مدینه شد که در تاریخ دیگر نظیر ندارد. همان قسمی که زمان رسول خدا از دنیا رفت، چنان غم در مدینه طاری شد که تاریخ نظیرش را ندارد. و همون وقتی که پیامبر قدم مبارک خود را در مدینه گذاشت، چنان خوشحالی طاری شد که تاریخ نظیرش را ندارد. همین که پیامبر آمد وارد مدینه شد، چهره رسول خدا صلی الله علیه و سلم گرچه از صدیق اکبر 2 سال بزرگتر بودند، اما صدیق اکبر ریش مبارکش سفیدتر شده بود. مردمی که تا هنوز رسول الله را ندیده بودند می آمدند به نزد صدیق اکبر می گفتند خوش آمدی یا رسول الله. صدیق اکبر دانست که مردم نمیداند، ردای مبارک خود را گرفت، آمد به سر رسول خدا سایه افغان، گفت ای مردم، محمد این است، محبوب شما این است، آقای شما این است، مولای شما این است، نماینده الله این است، آخرین فرستاده الله این است، محمد رسول الله این است. سبحان الله. آمدن از همه طرف ریختن
اونهایی که ثروتمند بودن در مدینه لجام شتر رسول خدا را گرفتن، نوار شتر پیامبر را گرفتن، میگفتن یا رسول الله ما میمانخانه زیبایی داریم، به خانه ما تشریف فرما شوین، به خانه ما تشریف فرما شوین. ای عزیز من بیا که از تواضع هم حرف برایت بزنم، بعد دعا میکنم. در هر کسی که ثروتمند بود نوار شتر رسول خدا را گرفته بود، گفت یا رسول الله ما میمانخانه زیبایی داریم، به میمانخانه ما تشریف ببرین. در این اثنا ابو ایوب انصار سبحان الله که عاشق رسول خداست، محمد را دوست دارد، با تمام وجودش دوست دارد، هیچ چیز ندارد، گوشه سنگ رفته و گریه می کند. کسی به ابو ایوب انصار عبور کرد، فرمود ای ابو ایوب آیا امروز روز گریه است؟ امروز روز خوشی است، آفتاب طلوع کرده در مدینه، چرا گریه می کنی؟ گفت گریه من از این نیست که رسول خدا آمده، گریه من از این است که من چیز ندارم که نوار شتر رسول خدا را بگیرم و به سوی خانه خود اون را سوق بدهم. گریه من از این است که من میمون خانه برای رسول الله ندارم. سبحان الله، فدای تو شوم ای ابا ایوب، فدای اون قلب پاک تو شوم. الله جل مجده الهام می کند، رسول خدا می گوید نوار شتر مرا رها بکنین، نوار شتر مرا رها بکنین. شتر من مأمور است هر جایی که خوابید آنجا خانه من است. سبحان الله، شتر دور میزند، دور میزند، میآید در همون منطقه بنو نجار، همونجا زانو میزند، در حالی که در کنار او خانه ابو ایوب انصار است. خانه ابو ایوب انصار است. رسول خدا می فرماید تا خانه من درست شود، خانه من خانه ابو ایوب انصار است. سبحان الله، این است عشق رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم و این است سفر هجرت. سروران من نمی‌سزد که با او تو از اینجا بیرون شویم در حالی که دگرگون نشده باشیم. پیامبر هجرت کرد از کفر و شرک و ضلالت و بربریت به سوی مدینه. بیاییم که من و تو هجرت بکنیم از گناه به سوی الله، بیاییم که با این سرزمین را سرزمین پر نور بگردانیم، بیاییم که ما بیدار شویم تا رسول الله را در مدینه روح مبارک را شاد بکنیم. پیامبر در انتظار جوان نشسته است. ای عزیز من، قسمی که علی جان خود را فدای رسول الله می کند، صدیق اکبر خود را فدای رسول الله می کند، بیاییم که من و تویی که دعوای محبت رسول الله می کنیم، سنگ تابعیت پیامبر را به سینه می زنیم. آیا به زندگی خود یک نگاهی بیاندازیم، آیا رنگ و بوی از سنت در زندگی ما هست یا نیست؟ اگر نیست امروز تصمیم بگیریم که سنت رسول خدا را آویزه گوش خود می کنیم و تمام زندگی خود را در مشق سنت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم آماده می گردانیم. دعا می کنیم به آواز بلند آمین بگوییم تا الله جل مجده این صحبتی که امروز شد به درگاه خودش قبول و مقبول بگرداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. برادران عزیز، حاضران محترم، شکر خداوند خوب و مهربان را که برای ما و شما این لحظه بهترین لحظه حیات را نصیب گرداند. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارکش می‌فرمایند که بهترین لحظه حیات برای انسان همون لحظه هست که در یک محفل، در یک مجلسی که اوجا یاد خدا اوجا حاضر شد. بهترین لحظه حیات انسان در دنیا در محفل و معرکه امر معروف و نهی منکر است و بهترین لحظه انسان در آخرت وقتی دیدار پروردگار است. الحمدلله که امروز خداوند برای ما بهترین لحظه حیات نصیب گرداند. چرا که همه میدونیم این شب و روز لحظه هایی که ما قرار داریم شب و روز و لحظه های ماه مولود جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم است. اصل جناب رسول الله در بالای ما اومد سه حق داره، بلکه حقها حق واجبه هستند برای هر یک
اومد واجبه که این حقها را بجا بیاره. یکمین حقی که جناب رسول الله در بالای ما داره معرفت، یعنی شناختن پیغمبر. ما جناب رسول الله را باید به خوبی بشناسیم، به تاریخ حیاتش، به شخصیتش، به قدر و مقام و فضیلت و مرتبه که داشت ما باید آشنا باشیم. تا انسان اگر نشناسه انسان قدری او شخصیت دونستن نمیتونه. برای این خاطر یکمین حقی که جناب رسول الله در بالای ما داره، ما باید که جناب رسول الله را به تاریخ حیاتش آشنا باشیم، به مقام و قدری که فضیلت و حرمت و مرتبه که او داره باید ما اونها را بدونیم. و دویم حق جناب رسول الله در بالای ما محبت ہے، دوستداری جناب رسول الله. باید که ما ای همه هستی دنیا بالاتر جناب رسول الله را دوست بداریم. بعد این محبت و دوستداری پروردگار برای هر یک بنده، برای هر یک انسان محبت و دوستداری جناب رسول الله. و سوم حقی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در بالای ما داره اطاعت. باید که ما جناب رسول الله اطاعت کننده باشیم و گفته‌هاش باید زندگی کنیم، موافق سنت‌هاش باید عمل داشته باشیم. و حدیثی که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آخرین لحظه‌های حیاتش برای ما امتی که او را ندیدیم و بعد او به دنیا اومدیم، حدیث انشاءالله که دوباره شما میخونم بعد از اون در وصفش صحبت میکنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالت سکرات موت بودن، در حالت بیماری، آخر لحظه های حیاتش بودن. اون اصحاب، اون صحابه هایی که در کنارش بودن به سوی اونها گفتن که اقرئوا منی السلام علی من تبعنی علی دینی لیوم. جناب رسول الله گفتن که امتهایم که بعد از من به دنیا را میآیند و من نمیبینن، برای هر یک قدم اونها از نام من سلام بگه. ای نام من سلام بگه اونها را از امروز الی یوم القیامت، تا روز قیامت. یعنی که جناب رسول الله این نشانه مهربانیش میکنه که برای ما امتی که انا بگیم پیروش هستیم و اطاعتگرش هستیم، برای ما جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینه که حتی وقتی مردنش چیکار کرد؟ ما را دوست داشت و ما را فراموش نکرد. که حضرت مولوی هم همون حدیث به نظم آورده که جناب رسول الله گفته که شنو گفت ای فلان حرفی نهانم، سلامم را رسان بر امتانم. جناب رسول الله گفت سلام من به همه امتیم که بعد می آید، به همه هر یک کدام اونها را ای نام من سلام کرد. محمد گوی مشتاق شما بود که شد وابسته دام عجل زود. هر یک کدامش که جناب رسول الله امید داشت، آرزو داشت، مشتاق بود که هر یک امت چه ببینه و با اونها ملاقات کنه و با اونها صحبت کنه، ولی هزارها افسوس که وابسته دام عجل شد. که بودش آرزوی روی امت، دریغا که ندادش مرگ فرصت. جناب رسول الله آرزو داشته، تمنا داشته هر یک امت چه ببینه، اما هزار افسوس که مرگ برای او چیکار کرد؟ فرصت. هر یک کدام ما و شما باید که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دوست بداریم، اطاعتگر باشیم، امتی خوبی باشیم، پیروی خوبی باشیم. چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم روح جناب رسول الله ای ما امت خجالتمند و غمگین و خفه نباشه. حرکت کنیم به پیروی ای سنت، به دوستداری و محبت مو روح پاک جناب رسول الله را شاد بگردیم. فقط اکن اون وصف تعریفی که خداوند در وصف ای حبیبش در قرآن کرده است کمی در او بارها صحبت کنیم. اصل نگاه کنیم هر وقتی که جناب رسول الله بدبختای مشرک ها و اون کافرای دورش وقتی که آزارش میدادن، یگان طعنش میکردن، خداوند خودش زبا ای بالای عرش به کام و زبان جواب اونها را خودش میگردون. پروردگار میگفتن لست مرسلا، میگفتن تو پیغمبر نیستی، مطرح باور نمیکنه. اون مشرکا و نزدیکا و کافرایی که زمانش بودن وقتی میگفتن تو پیغمبر نیستی باور نمیکنه، پروردگار نه در سوره یاسین و القرآن الحکیم اینک لمن المرسلین، قسم به یاسین، قسم به این قرآنی که همش علمه، اینک لمن المرسلین، ای محمد تو پیغمبری. ای گپ اینها تو خفه نشه، اگر اینها تو غمگین و ناراحت نشه، تو پیغمبری بر حقی. اگرچه اینها بگن که تو پیغمبر نیستی، تو اینها را گوش نکن،
تو پیغمبر. یا در جای دیگه میگه محمد رسول الله. خداوند در قرآن این محمد میگه فرستاده شده الله. این آیت ها ردی همون گفتار همون مشرکا هم وقتی میگفتن که تو پیغمبر نیست، خداوند میگه که تو اینها را اهمیت ندی. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفی بالله شهید. و پروردگار میگه من خودم برای شاهدی بدن که تو پیغمبری بسنده ام. اگر همه مردم باورتم نکنن من خودم بسم که شاهدی میتونم من خودم که تو پیغمبری بر حق. جناب رسول میگه من غمگین بودم، خجالت من بودم، زیغ بودم که اینا باورم نمیکردن. وقتی خداوند گفت من خودم بسنده ام برای شاهدی پیغمبریت، میگه سرم عرش در بالا شد، سرم با چنان بلند شد که پروردگار میگه من خودم بسم برای شهادتی پیغمبر بدنید. ببینه جناب رسول الله چه فضیلت و مقام بلند داشت. یا میگفتن که محمد این دروغگوی کاذب، میگفتن دروغگوی. پروردگار چه جواب شو گردون گفت و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. خداوند گفت محمد یگان سعی پیش درنگ شما دروغگو نیست، سعی پیش خودش چی نمیگه، هر چیزی که گفته های ما را برای شما میرسونه. میگه چی خداوند چقدر پیغمبر شه چیکار میکرد، دل برداری میکرد. یا وقتی که فرزنداش مردن اون مشرکا گفتن که محمد ابتر شید، دم بریده شید، بعدی رفتنش دینش ای بین میره و نامش دیگه باقی نمیمونه. وقتی کودکاش بچه‌هاش میدهک مردن طعنه زدن جناب رسول الله، رزیق شید، غمگین شید. میگه وقتی که اون ملامت و طعنه مشرکا جناب رسول الله را دلگیر کرد، غمگین کرد، میگه خداوند جواب اونها را گردون. استعیذ بالله گفت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ای محمد صلی الله علیه و آله گفت من برای تو حوض کوثر دادم که حوض کوثر خاص برای پیغمبری ما. حوض کوثر جناب رسول میگه چی حوضه؟ میگه وقتی انسان ها در صحرای قیامت ای حساب و کتاب خلاص میشوند، در اون حوض کوثر میبرن سر بدنشون میشوند. وقتی میگه سر بدن اونها را شوشتن، وقتی در حوض کوثر درمدن بیرون شدن، تمامی خستگی و رنج عذابی که در گور دیده بودن در قیامت کشیدن در دنیا هم ای خاطرش فراموش میشه. میگه وقتی آب حوض کوثر میخورن میگه حیات دارن، دیگه تشنگی را نمیبینن. گویا محمد من برای تو حوض کوثر دادم، فصل لربک وانحر، تو برای من نماز بخوان و قربانی که این نشانئک هو الابتر. این بدبختایی که گفته ایستادن که تو دم بریده شده، یعنی نسل تو قاق شد، ریشت قاق شد، من اینها را چون دم بریده میکنم تا وقتی که دنیا هست، ذریه تو، نسل تو، اولاد تو در دنیا باقی میمونه، اما این گروه دیگه باقی نمیمونه، اینها خودشون دم بریده میشه. اینا نگاه کنه الحمدلله ما در دنیا سیدزاده ها داریم، ایشان ها داریم که اولاد پیغمبرمون هستن، اما او گروه ابو جهلی ها و عتبه و شیبه و ربیعه و شخصیت هایی که در قصد نابودی جناب رسول الله دادن امروز نام و نشان موندگی نیست. یگان قبیله و گروه نمونده است که مردم میگن همین گروه ای گروه ابو جهل. چون که پروردگار خودش چیکار کرد؟ اینها را من خودم دادم. یا اینکه جای دیگه وقتی مشرکا سوالش دادن، وقتی هر وقتی که ای جناب رسول صلی الله علیه و آله چیزی میپرسیدن، رسول الله ای پیش خودش جواب نمیگفت، منتظر می ایستاد که خداوند چی جواب میگردونه در سوال اینها. چند مدت میگه جواب نه آمد. این بدبختای مشرکا گفتن که این محمد خداش ترکش کرده است، پرتافت استش، دیگه سراغش نمینه. وقتی این کلمه رو میگه در حق جناب رسول الله گفتن، رسول اکرم صلی الله علیه و آله با غمگین شد، با زیغ شد. خداوند با قسم قطعی در سوره والضحی جواب اونها را گردون. والضحی واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الى آخر سوره. خداوند گفت قسم به چاشگاه، قسم به ابتدای روز و قسم به شب که دنیا تاریک می شود. اینجا قسم به قدرت و بزرگی و توانایی خودش خداوند میگه قسم به همون ذاتی که توانایی که همین شب تاریک با روشن میکنه، یا قسم به همون توانایی همون خدای بزرگی که روز روشن شب میاره تاریک میکنه. قسم به بزرگی همون ذات که ما ودعک ربک و ما قلی. یگان لحظه پروردگار تر ترک نمیپرتاید، ای تر رو نمیگردونه، تر دشمن نمیگیره،
تو را فراموش نمینه، تزیق نشه. ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی. مفسران میگن این آیت خبری بزرگی و بالا مرتبگی جناب رسول الله بیان کرده است که خداوند میگه که ای محمد، هر لحظه ای که برای تو آینده میشه برای تو بهتره ای روزها. بعضی مفسران میگن که آخرت یعنی مقصد زندگی آخرت برای تو ای زندگی بهتره که ای همه بالاترین مقامی ته. در اصل که نگاه کنه که امروز 1444 سال شد بعد تولد جناب رسول الله، الحمدلله امروز نومش هسته برای او بهتر شده که همه دوستش میدارن. ما نادیده الحمدلله همه عاشقش هستیم. ما خود تو را ندیدیم، نامی خوشت شنیدیم، دینی تو برگزیدیم یا مصطفی محمد صلی الله علیه وسلم. امروز الحمدلله همه مؤمن و مسلمان او را عاشق شد، در حق دیدار شد. یا رب حوثی مدینه دارم، داغ به درون سینه دارم. همه مردم عاشقن که حج بران، زیارت رسول الله بران، در کنار روزش بگن الصلاة و السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله بگن. همه امت الحمدلله عاشق جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. ولسوف یعطیک ربک فترضی. پروردگار گفت که ای محمد، برای تو همون قدر مقام قدر بلند میتیم که هر چیزی که دلت میخواه برای تو میتیم تا اینکه تو ای من راضی شوی. من تو را خودم راضی میگردونم. ببینید که پروردگار در برابر طعنه و اون گپهای بد مشرک ها برای دلبرداری جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سخنها گفتن. یعنی که جناب رسول الله شخصیتی بود که هر وقتی که مشرکا طعنش میدادن یا آزارش میدادن یا گپ سخت در حقش میگفتن، خداوند برای تسلای دلش، برای دلبرداریش یک آیت نازل میکرد، جواب اون بدبختا را میگردوند. یعنی که جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شخصیت خیلی بزرگی های که در سوره والضحی در آخرش پروردگار میگه که و اما بنعمت ربک فحدث. این نعمت، این قدر و مرتبه و حرمتی که من برای تو دادم، اینها را برای مردم بگو، مردم را بفهمون تا تو را بشناسن. تو کی؟ چی مقام داری؟ چی قدر داری؟ حضرت آدم علیه السلام 1000 سال پیغمبری کرد، شیسی بچهش 800 سال پیغمبری کرد، حضرت نوح قریب 1000 سال، دیگه پیغمبرها 400 و 500 و 600 سال پیغمبری کردن، یگان تش خداوند معراج نبرد. جناب رسول الله را در یک ای شبها وقتی ای بالای عرش نگاه کرد که جناب رسول الله غمگینه، ناراحته، خیلی حالتی سختی داره. جبرائیل گفت برا دوستی من به نزد من دعوت که مهمونی بیار. که در دوام 23 سال پیغمبریش گفت نزد من مهمانش بیار تا با هم دیگر درد دل بگیم، با هم دیگر صحبت کنیم. جبرائیل علیه السلام آمد، مولا هم دین دیاد منداخته بودن، میگه آمد جناب رسول الله چشمهاش پوشیدگی بودن، چشمها پوشیدگی بودن. میگه جناب رسول الله در فکر بود، در غم، این وظیفه بزرگی پیغمبری آیا من میتونم بجا بیارم یا نه؟ مردم باورش نمیکردن، میگفتن تو دروغگوی، جادوگری. باورش نمیکردن. ای غمگینی زیقشه به چی خاطر خداوند معراجش برد؟ تا اینکه پروردگار او را بفهمانش، دل بردارش کنه که تو غم نخور، تو زیق نشه، اختیار همه در دستی منه. وقتی میگه جبرائیل اومد، جناب رسول الله چشمها پوشیدگی در فکر بود. جبرائیل علیه السلام میگه دلش نشید که جناب رسول الله را بیدار کنه، فکر کرد خوابه، اما خواب نبود جناب رسول الله. حضرت جبرائیل بعضیا میگن زبرجد، بعضیا یاقوت، بعضیا با یک چیزی قیمت بها که اونها سنگن. خداوند همون چیز خلق کرده که اصل سنگ خنک میشوه. میگه حضرت جبرائیل اومد دید که جناب رسول الله چشماش پوشیدگی، گفت من هیچ خیل بیدار کنم. هرچند فکر کرد، بعد میگه در فکرش اومد گفت که بیایم سرما در کف پاش بشکم. پاری سرما در کف پاش بشکم، جسم و بدن انسان گرمه، ای خاک شده، خاک گرمه. وقتی میگه جبرائیل علیه السلام وقتی سرش میگه در کف پای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم شکی، جبرائیل میگه جناب رسول الله شما شاید کرد که جبرائیل جبرائیل چیکار میکنی؟ تو بهترین پیغمبرای، بهترین ملائکه های، اشرف ملکی، چی رنگه که من بهترین انسان های، تو بهترین ملائکه های، برای چی سرت در کف پای من میشه که؟
مگه جبرائیل گفت یا رسول الله، گفت قسم به عظمت و جلال الله تا این لحظه را من این مقام قدر من نمیدونستم. نه ای تو فهمیدم. وقتی میگه سفر ورمدن در این معراج و مقام شرسی جبرائیل علیه السلام گوی پروردگار محمد چی میگه؟ چی میگه؟ میگه تو بهترینی ملائکه های خدا. گو ای جبرائیل تا وقتی که سر در قدم محمد نرسیده بود بهترین نبودی. اما لحظه که سر تو در قدم او رسید، اما خاک قدم اون رو به هم مقام رسوند. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و وقتی میگه معراج رفتیم، سدرة المنتهی تیارشوی آسمان بود. تیارشوی آسمان بود. میگه جبرائیل قطعی همراهی و جبرائیل صحبت میکرد. میگه ولقد رآه بالافق المبین. در قرآن همی آیت دلالت میکنه حالت. میگه وقتی دام بالا بودیم، بعد میگه من صحبت کرده ساده بودم، میگه آواز شلفه پای جبرائیل خاموش شد. میگه دیگه احساس کنم که جبرائیل در کنارم نیست، همراهیم نیست. بعد میگه گشتم گفتم که یا اخی جبرائیل این انت؟ ای برادرم، ای جبرائیل تو کجا شدی؟ افا بهذا المکان و فی هذه الحال یترک الخلیل و خلیله. آیا در این مکان در این حالت دوست میپرتو یا؟ میگه وقتی با جبرائیل علیه السلام صحبت کردم، جبرائیل گشت گفت که حبیبی محمد، گوی جانی من، ای دوستی من، گوی محمد اینک لو عمرت اعترفت. او اگر تو رفتن بگیری رفتن میگیری، اگر سر راه نمیگیره، چند بالا شای درها در روی تو هویشیدن میگیرن، کشاده شدن میگیرن. ولکن اینی لو تقدمت احترقت. نه که قسم به عظمت جلال خدا، اگر من یک قدم دیگه بالا بمونم، ای نور خدا همه بالا پرم میسوزه و خاکستر میشه. من گفت دیگه حق ندارم. گفتش حقیقته، اگر تو رفتن بگیری رفتن میگیری، اما من دیگه قوتی بالا رفتن ندارم. حضرت میگه جبرائیلت مانده و خود ره به بالا کرده، جنت و عرشی اعلا برتگی پا کرده، جمله کرومیان را مست و شیدا کرده. وقتی میگه جبرائیل علیه السلام گفت که رفتن بگیری رفتن میگیری، من قدم بزنم خاکستر میشم. جناب رسول میگه گشتم نگاه کردم، جبرائیل میگه به روایت 40 برابر، به روایت 70 برابر ای دنیا کلام بود. میگه جبرائیل وقتی دیدم، میگه با چی خاطر خداوند او بالا جبرائیل نشون داد؟ و محمد انمی جبرائیل به همه مشرکا را بسه. چرنگه قوم لوط یک طبق زمین قطع چپش کرد، قوم صالحه هلاک کرد، قوم لوط تای آمان، انمی جبرائیل بسنده. تو احساس نکه زیک نشه که طاقه زورت نمیرسه، انمی جبرائیل بسته. یعنی که خداوند در یک حصه شب جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به نزد خودش به بالا را معراج برد، در مهمانی دعوتش کرد. فقط درباره مقام خودش میگه وقتی که با خداوند ملاقات کرد و پروشید، بعد پرسید گفت اللهم اتخذت ابراهیم خلیل. گوی پروردگار ابراهیم علیه السلام برای خودت خلیل گرفتی، دوست گرفتی، مقام خلیلی، مقام دوستی. بعد امتحان و سنجش های سخت را در دوستیت قبول کردی، خیلی قدر بلندش دادی، حرمت و مرتبه بلندش دادی. و موسی کلیم و حضرت موسی را به خودت کلیم گبزن گرفتی، در کوه تور میرفت، به واسطه جبرائیل راستکی با تو صحبت میکرد. حضرت داوود آهن در اختیارش داده که میخپی به دستش ملایم میشید. حضرت سلیمان باد و هوا و شمال در اختیارش داده. و احییت لعیسی الموتی، برای حضرت عیسی مرده ها را زنده کردی. و ما دا جعلت لی، برای من چی داده؟ قدر و مقام و مرتبه من چیه؟ میگه وقتی که جناب رسول الله خداوند پرسید، پروردگار گفت حبیبی محمد، گفت ای دوستی من ای محمد، گفت اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کله. آیا گو ای همه بهتر بالاترش برای تو ندادم؟ الا ذکرت الا ذکرت. آیا در هر جایی که نومی خدمت آوردگیم در برابرش نومی تو نیست؟ در هر جایی که لا اله الا الله در دوامش محمد رسول الله نیست؟ در بالای عرش لا اله الا الله محمد رسول الله، در بالای درهای جنت لا اله الا الله محمد رسول الله، در برگهای درختهای جنت لا اله الا الله محمد رسول الله، در اذانها اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، در خطبه ها الحمدلله الصلاه و السلام علیک یا رسول الله. همه حاله در قرآن اطیعوا الله و اطیعوا رسول الله،
همه جا بعد نام پروردگار نام جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. و رفعنا لک ذکرک. پروردگار گفت با چنان نام ترا آوازش بلند میبردارم که کسی که به دنیا را اومد نام ترا ناشنیده علاج نداره که دنیا برود. نام ترا همه میشنوه. این فضیلت و مقام خداوند برای جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داده. یعنی که خداوند ما را خیلی دوست داشته است که همون تا پیغمبر بزرگ امتش گردوندگی ای. باید که ما به قدر این نعمت هم برسیم. حضرت موسی اکاج مرحمت کنید شما. مرحمت کنید. حضرت موسی علیه السلام میگه یک روز در کوه طور وقت به خداوند صحبت میکرد، گفت ای پروردگار، گفت من در این تورات میخونم که یک امت، یک گروه انسان به دنیا را میآیند که هر دعایی که کنن تو دعاشون قبول میکنی. ای پروردگار گفت همین امت من بگرد. زمان پیش میگه دعای خاصی پیغمبرها بود، فقط پیغمبر حق دعا کردن داشت. ای پروردگار همین امتی که هر امت در هر جای دعا کنه دعاش قبول مینی، امت من بگردون. میگه خداوند گفت ای موسی گفت امت محمد ای پروردگار یا امت به دنیا را میاد که در هر جای نماز بخونه نمازش قبول میکنی. زمان پیش در غیر مسجد عبادتگاه در دیگه جا نماز رخصت نبود، اجازت نبود. مردم نمیتونست که در خانهش، در سر زمین، در بازار، در هر جا نماز بخونه. فقط خاص برای عبادت مسجد بود. ای پروردگار همین امتی که در جای عبادت کنه قبولش مینی امتی من بگردون. میگه خداوند گوی ای موسی گوی امتی محمد ای پروردگار گوی امتی را وصفش میخوانم که حقی خطا زکات برای اونها اجازت میتی استفاده بردن شه. پروردگار همین را امتی من بگردون. زمانی پیش میگه زکات هر انسان بایها وقت زکات جدا میکردن در یک بلندی میموندن شو ای دوری نگاه میکردن. وقتی خداوند زکاتشون قبول میکرد میگه چیز خود ای خود در میگرفت میسوخت. اگر قبول نمیکرد میگه همون تا می استاد بعد صاحب زکات میگه چند وقت گریه میکرد دعا میکرد که ای پروردگار من گناهامو ببخش، این زکات ما قبول کن. بعد خداوند گناهش میبخشید. میگه بعد چیکار میکرد؟ زکات چه قبول میکرد. گوی پروردگار یا امتی را میاره که زکات برای او درست میشه، همین را امتی من بگردان. میگه خداوند گفت که ای موسی گفت ای امتی محمد گفت. میگه در آخر امت خون گوی پروردگار یا امتی به دنیا را میآید که در روز قیامت 70,000 به حساب جنت میروه. حسابشون نمیکنی بپرسیش جنتشو میدراره. همین را امتی من که میگه خداوند گفت که امتی محمد وقتی این قدر و مقامه. میگه حضرت موسی در تورات خون بعد گفت که ای کاش که ای پروردگار من کلیم نمیکردی، موسی کلیم الله نمیکردی، یا امتی محمد میکردی. این قدر و مقام و مرتبه به این امت داده من ای بیخبر بودم. روز حضرت موسی میگه صحبت میکرد، گفت پروردگارا گفت وقتی که من با تو صحبت دارم صدا تا بی یگان شک شنیده سودم. در بین ما یگان خبربر خبرآر نیست، جبرائیل نیست، به واسطه جبرائیل راستکی صحبت داره. من فکر مینم که ایمن در بنده نداره که به ذات تو قریب باشه. و ای پروردگار یگان بنده داره که نسبت به من به تو در قریب تر باشه. میگه خداوند گفت که ای موسی گفت در آخر زمان حبیب من محمد به دنیا را میارم. امتهای او گفت برای اونها 1 ماه روزه گیری را فرض میگردون. رمضان وقتی روزه میگیرن گفت روزی رمضانشون به ویگه میرسونن. وقتی افطار کردنشون میشوه یا لقمه را در دستشون میگیرن انتظاری میکشن که کی وقت افطار میشوه. وقتی که وقت افطار رسید بعد میگن که اللهم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. پروردگارا من برای تو روزه گرفتم، با گفته تو باور دارم، توکل ما به تو سپاریدم و این رزق دادگی تو من افطار میکنم، روزم میشکنم. گویا موسی لحظه که من با تو صحبت دارم در بین من خودت 70 پرده های، اما وقت افطار کردنش در بین من امتی محمد فقط تنها یک پرده های. خلاص اگه خودت گو خلاصه تبرار بین من و تو 70 پرده، بین من امتی محمد تنها یک پرده های. خلاص در دیگه حدیث ها میاد جناب رسول صلی الله علیه و میگه وقتی خداوند حضرت جبرائیل خلق کرد، جبرائیل علیه السلام میگه در 40,000 سال 2 رکعت نماز خون و خاطره که شکرانه ای که خداوند او را خلقش کرده است. 20,000 سال 1 رکعت، 20,000 سال 1 رکعت. بسیار نماز طولانی دراز. وقتی نماز تیار کرد میگه دعا کرد، گفت پروردگارا یگان بنده داری که
به اندازه من تر عبادت کرده باشم، تا عبادت زیاد وقتی دراز. میگه خداوند گشت گفت که ای جبرائیل گفت من تو را و تمام هستی دنیا را به خاطر یک شخصیت خلق کردم، نامش محمده صلی الله علیه وسلم. گفت امتی او در آخر زمان به دنیا را میاد، عمر کوتاه داره، 60 سال 70 سال عمرش. در اندک وقت برای من 2 رکعت نماز میخونه. همون 2 رکعتی که میخونه پرای کمبودی های، پرای سهو و خطا های. در نماز فکرش در کار دنیا های، نمازش به زوری میخونه، مجبوری میخونه. گو ای جبرائیل به خاطر حبیبم، به خاطر محمد، گفت همون 2 رکعت نماز امتی او که پرای کمبودی ای 40,000 ساله تو بهترش میدونم. گفت همون 2 رکعت نماز پرای کمبودی را ای 40,000 ساله عبادت تو بهتر میدونم. یعنی ببینه که خداوند چی مقام، چی قدر برای ما داده است. باید که ما با قدر این نعمت ها برسیم که خداوند این قدر مرتبه و مقام برای دیگه امت ها نداد، و دیگه پیغمبرها را نداد. الحمدلله که خداوند خودش ما را در قرآن تعریف میکنه، وصف میکنه، میگه کنتم خیر امت اخرج للناس. ای امت های محمد شما فخر کنید، میگه شما بهترین امت در بین تمام امت های گذشته. 124,000 امت گذشتگی های، در بین 124,000 امت میگه ای امت های محمد شما بهترین امت هستی. در شب معراج وقتی جناب رسول الله به خداوند صحبت میکرد، گویا پروردگار من بهترین پیغمبرها، امتم بهترین امتها، چی سبب ای که امتی من در آخر دنیا به دنیا را آوردی و برای چی که برای امتی من عمر کوتاه دادی. میگه خداوند گفت که ای حبیبم، گفت ای محمد، گفت امتی تر در آخر دنیا به دنیا را آوردم که چی کم در خاک خواره، در گور کم خواره، وقتی که بندگی کرد اندک وقت بزگره و ایس قیامت شد و در حال با او را در جنت بدرارمش. نباشه ای دور حضرت آدم و نوح میبودی ولی 4-5 هزار سال شد که این لحظه در خاک خواب بودی و عمر کوتاه دادم برای امتت که در دنیا کم گناه کنه، در دنیا گناهی کم کنه. ببین که خداوند مهربانشه. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که اهل الجنت 20 و 100 صف 80 من هذه الامه. میگه در روز قیامت جنتی ها 120 صف میشوند. اگه خداوند عدد او را خودش میدونه، میگه 80 صف جنتی ها امت های منن. 120 صف 80 تاش امت های منن، 40 صف دیگهش امت های دیگه پیغمبر ها. نگاه کنه که چی مرتبه و مقامی بلند. یا در حدیث دیگهش میگه ان الجنه حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. میگه جنت درمدنش حرامه برای تمام پیغمبرها حتی که من ندارم. میگه و حرمت علی الامم کلها حتی تدخلها امتی. میگه برای تمام امتی گذشته درمدن جنت حرامه تا امتی من در اون نداره. ببینید فضیلت و مقام و مرتبه خداوند برای ما داده است. باید به قدر این برسیم، شکرانه شه به جا بیاریم. جنت برای حتی در آیتی که در سوره وضحا خونده ولسوف یعطیک ربک فترضی، خداوند گفت در برابر گناهگارای امتت ای محمد گفت ترای خودم راضی میگردون، چنده که شفاعت کنی کدومشه که بخواهی من ای دوزخ خلاص میدم به سبب شفاعتی تو. میگه جناب رسول الله را پرسیدن که در کدام حالت ای پروردگار راضی میشه؟ گو ان لا ارضا و واحد من امتی فی النار. گو من ای پروردگار راضی نمیشم اگر یک امتم در دوزخ بمونه، اگر یک امتم در دوزخ بمونه. گو من ای پروردگار تا آخرون گناهگار امت مگو ای دوزخ نگیرم من جنت نمیرم. ببینید دلسوزی جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. وقتی در روز قیامت جبرائیل میگه ای خاک میخیزونش، میگه قم یا حبیب الله، قم یا صفی الله، ای حبیبی خدا، ای صفی خدا، ای نبی خدا، بخی ای خاک. میگه جناب رسول الله نمیخیزه. بعد خدا میگه ای جبرائیل او را به این ما فریاد نکن، او را بگو که بخی ای غمخوار گناهگارا. خب بگو یا شفیع المذنبین، ای دلسوز غمخوار گناهگارا بگو. میگه وقتی حضرت جبرائیل میگه ای شفیع ای غمخوار گناهگارا، جناب رسول الله میگه ای خاک میخیزه، خاک ها ای ریش ای رخساره هاش میریزه، میگه هر سو میکاوه. جبرائیل میگه چی میکاوی؟ میگه امتام در گجاهن. من در خاک خواب بودم، خداوند به امتهای من چی کرد؟ اونا را گجا برد، اونا همش امید شفاعتی من نداشتن. و میگه جبرائیل میگه قسم به عظمت و جلال الله یکمین شخصیت ای خاک خسته است امتات همه خواهند. میگه جناب رسول الله میگه ای جبرائیل میگه قسم به عظمت و جلال الله، میگه امروز میون من محکم میبندم
از قفای کار بار گناهگارای امت میشن. ببینه که چی پیشوای دلسوز در روز قیامت تمام پیغمبر میفته نفسی نفس ای پروردگار خود ما خلاص کن. حتی حضرت ابراهیم میخسته میفته که الهی ای پروردگار میفته انا خلیلک ابراهیم، من دوستی تو، من ابراهیمم، در دنیا با مقام خلیلی رسوندیم، در آخر گفتی سلاما علی ابراهیم، ای ابراهیم تو به سلامتی رسیدی که ای امتحان من سلامت گذشتی، من همو ابراهیمم، لا اسالک الیوم اسحاق ولا اسماعیل، من امروز اسحاق اسماعیل بچه ها مایت نمیپرسم، خود مای عذاب خلاص کرد. پروردگار میفته که میفته خلیلی، میفته ابراهیم هل رأیت خلیلا یعذب خلیله، میفته ابراهیم یگان دوست دیده که دوست عذاب داده باشه، میفته پروردگار قهر غضب تر دیدم دوستی خود فراموش کردم. تمام پیغمبرها حضرت یعقوب میفته پروردگار هم یوسفه که ای داغش سوختم و کور شدم، هم یوسف امروز در کارم نیست، خودش میدونه جواب گویش خود خلاص کرد. تمام پیغمبر میفته که نفسی نفس، ای پروردگار نفسی خود خلاص کرد. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و گریه کرده میخسته ایجاش می اومده به نزد عرش پروردگار سر در سجده می اومده با چنان میگه میگریسته که ای گریه جناب رسول میگه عرش و لوح و قلم همه در گریه میزدن، جنت و دوزخ همه در گریه میزدن، میگه در لرزه میزدن. حتی میگه عرش میگه که ای پروردگار این محمد چیزی میگه بتیش که گریه ای دلهای ما را پاره پاره کرد، دیگه طاقت شنیدن گریه را نداره. جناب رسول میفته که ای پروردگار میفته من امروز رنگ دیگه پیغمبرها نفسی خود من نمیپرسم، من ای امت ها میپرسم، امت ها ما ای عذاب خلاص. بعد خدا میفته که حبیبی محمد میفته ای جانم ای محمد میفته ارفع رأسک، سرت بردارک، سرت بردار سجده، دیگه گریه نکن، بردار سرت. قل یسمع، بگو چیزی میگوی گوشت میکنم، سل تعطى، بپرس چیزی میپرسی برای تو میتونم، و شفاعت و شفاعت که امروز شفاعت کنندتی. وقتی همه را حساب کتاب میکردن میگه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم همراهی دیگه پیغمبرها و مؤمنها میبردن در جنت داخل میکردن. یک گروه گناهگارای امت خداوند برای نشون دادن که اگر همین پیغمبرتون نمیبود حال شما بود چی بود، عذاب شما چی بود، دوزخ میبرده. بعد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنت داخل شدگان قطع حضرت آدم علیه السلام و حضرت نوح دیگه پیغمبرها در گیردش میگه جناب رسول در یک تختی بلند نشسته، حضرت آدم در طرف راست، حضرت نوح در طرف چپش، در حدیث میزگره. بعد میگه در همین حالت حضرت جبرئیل با پل صراط میگذره، نگاه مینه که یک گروه گناهگار امت در عذاب در دوزخ. بعد اونا میگفتن که ای جبرئیل برای حبیبی ما را، پیغمبری ما را، ای حالتی ما خبردار که ما در دنیا با امید شفاعت او بودیم، خودش رفته است در جنت در راحت، ما در عذاب میجا، برای خبر که حال ما را برای پیغمبرمون. میگه جناب وقتی جبرائیل میرفته است در جنت میدونه که جناب رسول الله در سرش یک تاج نور موندگی، حضرت نوح در یک پیمانه جنت میگم شربت های جنت ریختگی داده شده، در دستش هم تا ناخورده حالی. بعد جبرائیل میگه که ای محمد تو در عیش عشرت در خوشحالی اومد در عذاب. میگه وقتی جناب رسول الله سخن میشنیده همون چیز ایدستش میافتاده، میگه ایدستش میافتاده، میگه یک گروه امت در دوزخ در عذاب. اونا گفتن که ما با امید شفاعت او بودیم، خودش در راحت، ما اینجا در عذابیم. میگه جناب رسول الله میخسته بالای تخت نور دو میگرفته سین دروازه بیرون جنت بیرون بسنی دوزخ. وقتی دو میگرفته میگه خداوند امر میکرده که یک تخت نور رو ببره سوار شد، دیگه سوار نمیشته. جناب رسول الله پروردگار امر میکرده که ای آدم تمام پیغمبران میگه قفاش بدوی. اما پیغمبر میگه قفاش می اومدن بازی دروازه دوزخ تا او دروازه بوم میگه که خداوند دوزخ تا برای شما حرام گردونده، ممکن نیست، اجازه نیست در مدن شما. جناب رسول الله گریه میگه من باید بدرم حال امتام ببینم. وقتی که میگه هیچ چیز میگه بعد خداوند میگه اجازه تیمانش بدروه. در راهی میکردن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با همراه دیگه پیغمبران میدرمده حال امت میده که در عذاب. بعد میگه پروردگار میگه برای چی که همراهی همین امتام نه آوردی من عذاب دیده تا ای حال اینها خبردار شن. وقتی اینها در دوزخ بودن که جا من جنت بود. جناب رسول الله بعد شفاعت میکرده همون گناهگارا را تا میگه یک انسانه که میگه که لا اله الا الله محمد رسول الله، تا همون انسان میگه ای دوزخ خلاص نکنم من جنت نمیرم. یعنی که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی مقام بزرگ در نزد خداوند داره که پروردگار وعدش کرد که در برابر گناهگارای امت من ترا راضی میکردم.
یعنی به قدر این پیغمبر باید ما برسیم. ما باید این پیغمبر را دوست بداریم. ما باید اطاعتگر پیرو ای سنت ای پیغمبر باشیم. جناب رسول الله صلی الله علیه و میگه من احیا سنتی فقط احبنی، کسی سنتی من زنده کنه او من دوست داشته، و من احبنی کان معی فی الجنه، کسی من دوست بداره همراهی من در جنت. حرکت کنیم که در این لحظه های زندگی جناب رسول الله را دوست بداریم، سنتاشو به جا بیاریم. حرکت کنیم که به سبب اطاعت کردن روح پاکش از خودمون خرسند شاد و راضی بگردیم. خیر خداوند بزرگوار روح پاک جناب رسول الله را ای ما خرسند شاد و راضی بگردیم. این خیر احسانی که حاج داملا کردن به درگاهش قبول بگردن. جمعیت ما را پروردگار عزت و آبروی دنیا و آخرت نصیب بگردان. این مولود مبارک بگردان. این منزل همه وقت و همیشه آباد بدار. پروردگار با شرافت حبیبت مشکلی های دینی و دنیای ما را آسان بگردان. پروردگار خاتمه مون به خیر بگردان. گذشتگی ها مون رحمت و مغفرت بگردان. قبرهاشون پر نور و روحاشون شاد و جاهاشون جنت بگردان. پروردگار ای رنج مشقتی که ما مؤمن ها و مسلمان ها در حیات داریم اینها را از ما دور بگردان. پروردگار هر چیزی که رضای خودت است برای ما نصیب بگردان. از قهر غضبت ما را در حفظ امان نگه بدار. پروردگار خاتمه مون به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.